من و دوستم از کشور آلمان به دوشنبه آمدیم و از دوشنبه به خرق مرکز بدخشان رفتیم و از آنجا ادامه دادیم راهمون رو به وخان تا شهر لنگر و دوباره برگشتیم. این یک سفر 800 کیلومتری بود که در طی 17 روز انجام داده شد. بدخشان میام و میرم برای کارهای مختلف، ولی همیشه من به بدخشان از طریق ماشین میرسیدم یا از طریق هواپیما پرواز میکردم و این خودش یک زیبایی خاصی داشت، ولی متاسفانه این اجازه رو به من نمیداد که بتونم به مردم نزدیک بشم، با آنها گفتگو کنم و از طرح زندگیشون کمی با خبر بشم. به خاطر همین من و دوگانم با هم تصمیم گرفتیم که یک جوری به بدخشان بریم که این سرعت کمتر شود، یعنی بتونیم که در قشلاق‌ها بمانیم، در خانه‌ها خواب کنیم، با مردم صحبت کنیم، با آنها غذا بخوریم و گپ‌های اونها رو بفهمیم و این سفر این اجازه رو به ما داد که ما بتونیم یک کم به مردم نزدیکتر بشیم و درباره زندگیشون اطلاعات بیشتری بگیریم. و یکی از چیزهایی که به من خیلی بهش علاقه‌مند شدم در این سفر این بود که مردم بدخشان با اینکه در قشلاق‌های خیلی بسته‌ای هستن و قشلاق‌هایی هستن که دور افتاده هستن و شاید یک آدم شهری وقتی به آنجا بره فکر کنه که در این قشلاق‌ها واقعا چیزی نیستش، خود مردم این قشلاق‌ها بسیاریشون قدرشناس بودند و از زندگیشون راضی بودند، از اینکه آب تازه چشمه دارن، از اینکه هوا در اونجا تازه هست، از اینکه حیوانات دارن، از اینکه میتونن گیاها بکارن. چون میگفتند که سفری خارجی ها بعد از مهمت در همین اواخر کمی مشکل شده است برای وارد شدن به بدخشان. درست. برای شما در این مورد مشکلی نداشتید و میدونستید، یعنی آگاهانه این سفر برآمدید شما؟ ما درباره مشکلاتی که در شهر خرق متاسفانه رخ داد در ماه می آگاهی داشتیم و با دوستان صحبت کرده بودیم درباره این مسائل و منتظر بودیم که ببینیم که این وضعیت بهبود پیدا میکنه یا نه. ما به راحتی تونستیم از آلمان ویزای تاجیکستان رو بگیریم بدون هیچ مشکلی، ولی متاسفانه نتونستیم اجازه وارد شدن به بدخشان رو از سفارت تاجیکستان در آلمان بگیریم و به ما پیشنهاد داده شد که این اجازه رو در دوشنبه بگیریم و وقتی به دوشنبه رسیدیم چند روزی طول کشید که بتونیم این اجازه رو بگیریم و ما یک مقدار نگران بودیم چون خیلی دلمون می‌خواست که به بدخشان بریم و مطمئن نبودیم که این کار قابل انجام دادن هست یا نه و به خاطر همین ما یک برنامه دیگری جور کردیم برای سفر به خجند. ولی در همون حال که درباره سفر به خجند صحبت می‌کردیم یکی از دوستانمون تونست که برای ما این اجازه وارد شدن به بدخشان رو بگیره و ما کاملا خجند رو فراموش کردیم و دوشنبه رو ترک کردیم و به طرف بدخشان رفتیم.